تجارتایی که میکنید در وقت نماز جمعه از حساب نماز جمعه، او فردا بر سر شما هم در دنیا هم در آخرت ضرری بسیار میآورد. یعنی خلاصه کلام از بینیتون میبراید اون سوداهای کردگیتون، اون پولای جمع کردگیتون. ثم قال تعالى ذلكم يعني الذي ذكرت لكم من ترك البيع وحضور الجمعة خير لكم من الاشتغال بالبيع. بعد از آن الله تعالی گفت که این به جمعه آمدن شما و ترک کردنتان خرید و فروش رو بر فایده شما هست. این خیر است برای شما، برای به عوض آنکه شما تجارت کنید. او تجارتایی که میکنید در وقت نماز جمعه از حساب نماز جمعه، او فردا بر سر شما هم در دنیا هم در آخرت ضرری بسیار میآورد. یعنی خلاصه کلام از بینیتون میبراید اون سوداهای کردگیتون، اون پولای جمع کردگیتون. و در شریعت یگان جای مجبوری نیست. خواهید به نماز جمعه روید بر فایده شما، بر فایده الله تعالی نیست. نخواهید نروید تجارت کردن گیرید بر ضرر خودتان. این کنتم تعلمون، اگر شما میدانسته باشید، اگر شما علم داشته باشید، اگر شما فهم داشته باشید، مصالح انفسکم، کدام کارها بر فایده شما، کدام کارها بر ضرر شما، اگر این کارها رو شما اگر دانید، البته به نماز جمعه حاضر میشوید و خرید و فروش را و دیگر کارها را ترک میکنید.